امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. کشور ما تنوع مذهبی داره، تنوع قومی داره، ولی بالاتر از همه ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم، خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم نبند، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکن. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم توی این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. قومیت های زیادی تو کشور ما هست، ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی. همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم.